نستعین انه خیر ناصر و معین. در جلسه گذشته عرض کردیم که تزکیه نفس خیلی اهمیت دارد. خداوند 11 تا قسم یاد کرده است که تنها راه رستگاری انسان ها تزکیه نفس و پاک کردن نفس از آلودگی هاست، از صفات رذیله است. عرض کردیم صفات رذیله بسیار خطرناک است، انسان را زمینگیر می کند، از رسیدن به سعادت حقیقی دور می کند. در جلسه گذشته مطالب پیرامون حسد عرض کردیم که حسد بسیار بیماری خطرناک است و صفت رذیله بسیار بسیار خطر آفرین است برای انسان. تو این جلسه به اسباب حسد میپردازیم. سوال: چرا انسان ها حسودند؟ چرا انسان ها حسادت میکنند نسبت به دیگران؟ چه عوامل و اسباب باعث میشود که انسان حسادت بورزد؟ عوامل مختلف وجود دارد که موجب می شود انسان به دیگران حسادت بورزد. یکی از مهمترین عوامل حسادت فقدان یا ضعف ایمان و باورهای راستین است. کسی که ایمان به خدا و قیامت و به ارزش‌های دینی ندارد یا ایمان سست و ضعیف است، چنین شخص به راحتی به دیگران حسد می‌ورزد، چون وقتی یک نعمتی را به کسی ببیند، چون اعتقاد به خدا ندارد یا ایمان ضعیف هست، میگه که این نعمت چرا به او داده شده، چرا به من داده نشده. برعکس انسانی که ایمانش قوی است، میگه اون نعمتی که خدا بهش داده حتما مصلحتی در کار بوده، حتما خداوند او را لایق دانسته که اون نعمت را بهش داده. من اگه بخوام به او حسادت بکنم، در واقع به داده های الهی، به عطای الهی دارم اعتراض میکنم. اما انسان کافر یا انسان سوس ایمان، چون ایمان ضعیف هست، این باور درش وجود ندارد. همچنین کسی که ایمان ضعیف هست، از ایمان سوست برخوردار هست، چون شخص پیامدهای حسد توجه ندارد. چون ما در آیات روایات ان شاء الله عرض خواهیم کرد که حسادت پیامدهای دنیوی و اخروی بسیار بسیار خطرناکی دارد. کسی که ایمان قوی دارد خب به پیامدها توجه دارد، از حسادت دوری میکند. اما کسی که ایمان ضعیف است یا فاقد ایمان هست، یعنی کافر هست، چه شخصی میتونه به راحتی به دیگران حسادت بورزد. پس یکی از اسبابی که باعث میشه انسان حسودی بکنه نسبت به دیگران، فقدان یا ضعف ایمان هست. دومین عاملی که باعث می شود انسان به دیگران حسادت بورزد، دشمنی است. مثلا کسی نسبت به شخص دشمنی داره، دشمن کسی است، دوست ندارد که دشمنش به نعمتهایی برسد، به برتریهایی برسد، یه چیزایی او داشته باشد که نداشته باشد، او پیشرفتهایی داشته باشد که این او پیشرفت‌ها را نداشته باشد. لذا نسبت به او حسادت می‌ورزد، حسودی میکنه، همیشه ناراحته که چرا فلانی مثلا اون نعمت نصیبش شد، چرا فلان خونه را خرید تونست بخره، یا فلان ماشین تونست بخره، یا چقدر اون علمیتش رشد کرد، چرا. این یکی از اسباب حسادت هست. یکی دیگر از اسباب حسادت تکبر هست. تکبر و خود برتربینی. ببینید انسانی که تکبر دارد، خودش رو بزرگتر از دیگران میدونه، این دیگه براش قابل تحمل نیست که دیگران هم از لحاظ دنیوی بالاتر از او باشد، از لحاظ علمی برتر از او باشد. لذا اگر دید دوستش، رفیقش، فامیلش رشد کرده از لحاظ مادی، از لحاظ علمی، نسبت به اونها حسادت می‌ورزه، حسودی میکنن، چرا اون رشد کرد و من باید برتر از اون باشم، او داره بر من برتری میجوید، لذا نسبت به او حسادت میکند. شیطان همین بود دیگه، نسبت به حضرت آدم حسودی که کرد، ریشش همین تکبر بود. گفت من از نور آفریده شدم، از آتش آفریده شدم، اما آدم از گل آفریده شده است، چرا من برای او سجده بکنم، من نسبت به او برترم. لذا حسادت ورزید و این حسادت و تکبر باعث شد که از درگاه الهی رانده شود. یکی دیگر از اسبابی که باعث می شود انسان حسادت بورزد تعجب است.
ببینید وقتی یک نعمت بزرگ به یکی میرسد، چه مادی چه معنوی، که باعث تعجب دیگران میشود، ممکن افراد دیگر نسبت به او حسادت بورزند. این در مورد پیامبران الهی مصادیق زیادی دارد. پیامبران الهی وقتی می اومدن مردم را دعوت به دین میکردن، به ارزش‌های الهی میکردن، مردم باورشون نمیشد که خب فلان شخص یک مدت بین ما زندگی میکرد، یک انسان مثل ما بود، الان او با وحی در ارتباط است، با خداوند در ارتباط است، او پیامبر الهی و برگزیده الهی است. این برایشون خیلی تعجب آور بود، بزرگ تلقی میشد، لذا نسبت به اونها حسادت می‌ورزیدن و ایمان هم نمی آوردن خیلی هاشون به خاطر همین حسادت. مثلا در آیه قرآن است درباره حضرت صالح علیه السلام، قومش بهشان گفت ما انت الا بشر مثلنا، شما یه بشر مثل ما هستی، چطور شد که شما پیامبر خدا شدی و ما نشدیم؟ یعنی از این نعمت بزرگ معنوی که خدا بهش ارزانی داشته اونا تعجب کردند و به آنها به وی حسادت ورزیدن. لذا گفتن که شما اگر راست میگی یک نشانه بیار، اگر نشانه میآورد باز نمیپذیرفتن، میگفت نه شما سحر و جادو کردید. لذا در موارد متعددی کفار به پیامبر الهی میگفتن شما ساحر هستید، ایمان نمیآورد. ریشه اینها چی بود؟ یک از ریشه‌های مهمش حسادت بود. یکی دیگر از ریشه‌های حسادت ترس هست. ببینید گاهی انسانی در یک جایی در یک موقعیت قرار داره، اگر بفهمد، احساس بکند، بترسد که یک شخصی داره رشد میکند، میاد در کنار او جای او را میگیرد، او مقام منزلت او را میگیرد، منصب او را میگیرد، ریاست او را میگیرد، نسبت به او حسادت میورزه، همیشه احساس ناراحتی میکند، همیشه دوست دارد که اون مقام منزلت، اون رشد علمی یا رشد مقامی که داشته، اون رشد ازش گرفته بشه، اون نعمت ازش سلب بشه تا به راحتی این شخص به کار خودش ادامه بده. مثلا یا جای شخص کاسب است، جای کاسبی داره، اگه یک شخص دیگه اومد اونجا یک کاسبی را انداخت، ممکنه به خاطر ترس نسبت به او حسادت بکنه، او را رقیب خودش تلقی بکند و نسبت به او حسادت بورزد. مصادیق مختلف دارد، ما بعد همین چند مورد که عرض کردیم اکتفا میکنیم. خب یکی از ریشه های حسادت حب دنیاست، عشق به دنیاست، شفتگی دنیاست. ببینید کسی که محب دنیا باشد دوست داره که هرچی مادیات هست، هرچی اموال و ثروت هست، علم هست، مال او باشد. اگر دید یک نفری داره بالاتر از او میشه، از لحاظ مالی بیشتر از او رشد کرده، از لحاظ علمی بیشتر از او رشد کرده، ماشینی که او خریده مثلا چند میلیاردی است، ماشینشان چند صد میلیون تومانی است، لذا نسبت به او حسادت می‌ورزن. چرا؟ چون شیفته دنیاست، میگه اون مال از او گرفته بشه و چرا از من برتر باشد، من باید نسبت به او برتری داشته باشم. این حب دنیا یکی از ریشه‌های مهم حسادت ورزی است. یکی دیگر از ریشه‌های حسادت تنگ نظری است. بعضی از انسان‌ها تنگ نظرند، یعنی چشم دیدی پیشرفت دیگران را ندارند. اگه بفهمن مثلا پسر عموی و پسر خاله و دختر خاله و به جاهایی رسیده، مثلا دکترا گرفته یا در یک مقام و موقعیت خوبی قرار گرفته، نسبت به اونها حسادت می‌ورزد، دوست نداره که اونها رشد بکنه، یعنی تنگ نظرن، دوست نداره اونها رشد بکنن، میگه من فقط رشد بکنم دیگران رشد نکنند. این یکی از تنگ نظری، یکی از اسباب و ریشه های حسد است. یکی دیگر از ریشه های حسد غیرت بیجاست. ببینید غیرت خیلی صفت خوبی است که در روایات ما، در احادیث ما مورد تأکید قرار گرفته، اما در روایت داریم که پیامبر اعظم می‌فرماید ان الغیرة من الایمان، غیرت نشانه ایمان هست. کسی که غیرت نداره معلومه که ایمانش دچار مشکل هست. خب غیرت خوب هست، اما این غیرت اگر بیجا باشد باعث حسادت میشه و غیرت بیجا بسیار خطر آفرین است
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان خوب و فهیم شبکه جهانی ولایت، تشکر که برنامه خودتون دیار دری رو پی میگیرین. در اینجا برنامه ما به اتمام میرسد. ما رو از نظرات خودتون به بهره نسازید. نظرات ارزشمند شما برای ما خیلی با ارزش هست و ما برنامه خودتون رو پی بگیرین. اگر نظر خاصی بود، پیشنهاد خاصی داشتین، حتی نخبه خاصی داشتین، برای ما معرفی بکنین تا ما در برنامه دعوت بکنیم و این عزیزان رو بتونیم معرفی بکنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما. یا علی، خدا حافظ.